2016 ما ایران زدیم بیرون. یعنی قرار ما این بود، طرف ما گفت که شما اون موقع 65 میلیون تومان میشد، هولوش 15,000 پوند به ما بده، ما تضمینی شما رو توی 2 هفته هوایی میفرستیم انگلیس. ما هم گفتیم چشم. پولو به این دادیم، 1 ماه 2 ماه علاف شدیم و نه کار نکرد و فلان و اینا. خلاصه ما گفت بیایید، ما رفتیم دفترش تو تهران و صحبت و اینا. گفت ببین الان وضع خرابه، شما زمینی برید ترکیه، من 2 هفته از ترکیه میزنمتون برین انگلیس. گفتیم باش. حالا با چه دردسری از مرز رد بشیم و بریم ترکیه و ترکیه اونجا چه اتفاقایی افتاد خودش ماجرای طولانیه. اونجا رفتیم و دیدیم بله 4-5 نفر دیگه هم مثل ما رو فرستاده و قرارم همه 2 هفته برن، همه اونجا وایسادن دیگه. اونجا با 3-4 تا دیگه از این بچه‌ها آشنا شدیم و قرار شد که ما رو از اونجا هوایی بزنن. آقا دوباره 1-2 هفته ما درگیرش خبری نشد. آقا ترکیه الان موقعی هم بود بمبگذاری شده بود و اینا، یکم وضعیت خراب بود. آقا نه ترکیه رو نمیشه چیز کنیم، اگه میخوایم برین یونان میزنیم بهتون یونان زمینی، از یونان 1 هفته بعد انگلیسی. 1 هفته خلاصه ما گفتیم باش. راه افتادیم. حالا این مسیر یونانش هم خودش داستانی بود. ما رو بردن مرز ترکیه، فکر کن از مرز ترکیه بعد چیزی هولوش 5 نفرم بودیم. 2 تا بچه تهران بودن، 2 تا شیراز بودن و من بودم و قاچاقچی هم کرد سوریه بود. به این قاچاقچی گفتیم تا حالا کسی رو رد کردی؟ گفتیم من 1 بارم منو نگرفتن، خیالتون تخت. گفتیم باش بریم. یه چیزی اولوش ببینید 10 ساعت، الان اینا به شما نمیگم، مثلا میگن نیم ساعت دیگه نقطه ای، 1 ساعت دیگه نقطه ای. ما چیزی اولوش 7-10 ساعت اونم تو سرما، اگه اشتباه نکنم نزدیک سال 9 بود. داره دیگه زمستون بود ترکیه، اون مسیر برف و یخ و سرما، سوز سرما میزه. چیزی اولوش 7-10 ساعت ما پیاده روی کردیم. گفت اینجاست، نقطه اینجاست. دیدیم یه چراغ قوه زدن تو چشمون، آقا استاپ. پلیس مرزی یونان ما رو گرفت و حالا تو این ایروویر داشت ما رو میگرفت. دیدم که این بچه تهران قش داره میخنده. گفتم چی شده؟ گفت ببین دنسری چی میگه. دیدم میگه این بچه شیرازی‌ها این پلیسا گوشیامونو همه رو گرفتن. این میگه بگو آمو گوشیمو گرونه. یعنی قش میخنده. گفت ما رو گرفتن، من چه بالا سرم بیارم، فکر اینی گوشی تو گرونه. آره خلاصه گرفتنمون دیگه. رفتیم اونجا و خدا روز بعد نبینه دیگه، یعنی روز بعد به کسی نده. آمبولانس رد شد دیگه. ما رو انداختن کاش زندونی، بازداشتگاه، چیزی نمیدونی چی نداشت، نه گاوداری خالی بود، شیشه میشه شکسته، نه آبی نه غذایی نه خوراک. همین وسیله‌مون هم گرفتن و ریختنمون اونجا، یه جای له نابودی. ما هم از سرما کمی ابر و اینا پیدا کردیم کف زمین، اینو انداختیم زیر خودمون و همه 5-6 تایی هم دیگه رو بغل کرده بودیم یخ نزنیم دیگه. دیدیم به یارو گفتم، به همین کرد سوریه گفتم الان چیکار میکنن؟ گفت هیچ، 1-2 روز نگهمون میدارن تا آدم بیشتری بگیرن، بعد همه رو میریزن تو کامیون، حالا اونو میگن عربانه، گفت میریزن تو اون میبرن کنار رودخونه، دوباره همین مسیری که اومدی برات میگردونن ترکیه. گفتم ای بابا. بعد گفتم تو که گفتی من تا حالا نگرفتن، دیدیم تمام دیوار یادگاری این دن سرویس بود. گفتم تو که 1 بارم رد نشدی، همش تو رو گرفتن که تمام در دیوار یادگاری توئه. آره خلاصه دیگه از سرما و خستگی خوابم برده بود. یهو دیدم این ساعت 4-5 اینا صبح بود، این نمیدونم چون جاساس کرده بود، یه موبایل و یه فندک رد کرده بود با خودش آورده بود تو. زنگ زد به اونا که ما اینجور اتفاقی افتاده و اینا. اونا هم گفتن آقا برگشتین ما میایم دنبالتون. دیگه این هرچی آشغال کف بازداشتگاه بود اینا جمع کردن و آتیش زدن و نشستن دور این که گرم شن. یهو دیدم این مامورا بیرون اومدن تو. آقا چپ و راست شروع کردن کتک زدن. این یکی این بچه‌ها رو زدن، اینو باور کنین یادم این انگری برد افتاد زیر تخته. بعد یکی دیگه شون اومده بود، این از دستشویی اومد بیرون، نمیدونست چه خبر. اینا میزدن انگار تمرینات رزمی میکردن، چک و چوق میزدن، این کلاش میافتاد، این خم میشد برمی داشت دوباره یارو میزدش. گفتم بابا کلا رو ول کن، دن سرویس میکشدت 2 دقیقه. آره خلاصه دیگه کتکمون که زدن و بعدم گفتن آقا تمام بازداشتگاه رو تمیز کنید تا ما میریم. دیگه ما هم همه جا رو تمیز کردیم براشون. اینا دیگه دلشون سوخت، اومدن گفتن ببین کلاهاتونو بگیرین، یکم آب و اینا بود توش و دیگه خوردیم و
یکی دو روز طول کشید، ولی صحنه‌های واقعا عجیب غریبی دیدیم. فکر کن زن و بچه همینجوری می آوردن میریختن اون تو. من با چش خودم دیدم بنگلادشیه رو یه تونه ماهی رد کرده بود آورده بود تو. اینقدر اینو زدن خدا شاهده. آره دیگه دوباره برامون گردوندن کنار اون رودخونه و گفتن برگردید. هممون رو ریختن پایین و ما دوباره راه افتادیم پیاده رو به ترکیه. یه 4-5 ساعتی طول کشید. فکر کنم نزدیک 24 ساعت ما آب نخورده بودیم. طوری شد که یه جایی بود یه آبشخوری بود برای دام و اینا گذاشته بودن. باور کن زن و بچه با سر رفتن تو این که تشنگی فقط خفه نشن. بعد دیگه اونجا رد کردیم. حالا خلاصه برگشتیم و با اون قاچاقچی بحثمون که تو قرار بود ما رو خوب بفرستی، این چه کاری بود و فلان و به همان رو نمیخوایم. آقا گفت یه بار دیگه گیم میزنیم، قول میدم این سری. اینا هم همشون یه فیلمی دارن. اول ارزون ترین راه رو میرن، اگه رد کردی که رد کردی، اگه نکردی دیگه میام مثلا پولی میدن که ببینن خیلی دیگه دعوا داری و دارن ضرر میکنن و مثلا پولشون رو پس میگیری اینا، دیگه اون موقع میان یه راه دیگه میذارن جلو پات. خلاصه که این سری گفتن باشه. این سری اومد دو تا راننده دو نفر دیگه رو با ما گذاشت. خدای ما رد شدیم بعد 1 ساعت و نیم 2 ساعت مرز رو رد کردیم. دیدیم 2 تا ماشین وایسادن کنار جاده، سری ما رو سوار کردن، گفتن لباساتون رو عوض کنید که بوی خاک و اینا نده، سگ نگیره و ما رو مستقیم آوردن تسالونیکی. آره اونجا رسیدیم و یه اتوبوس گرفتیم و گفتیم یونان. رسیدیم یونان و البته یونان بودیم ببخشید، رسیدیم آتن. از تسالونیکی اومدیم آتن و دیگه گفتیم تموم شد بدبختی دیگه. نه تازه شروع بدبختی بود. آره رسیدیم اونجا و ما رو فرستاد یه جای روزی 5 یورو هر نفری میدادن، یه جای مزخرف، حالا پر آدم، همه نوع آدم داخل اینجا و یه وضعی. و ما یه روز وایسادیم و رفتیم هتل گرفتیم. به قاچاقچی گفتیم تقصیر توئه دیگه، تو ما رو نگه داشتی، هر چی زودتر میتونی ما رو بفرست ما بریم. شبی 60 یورو اینا بود هتل. آره دوشی گرفتیم و رفتیم غذای خوردیم و دیگه اومدیم و یکی خودمون رو پیدا کرده بودیم. این قرار شد یه هفته‌ای بفرسته. این یه هفته دوباره شد 2 هفته، شد 3 هفته، شد 4 هفته. حالا ما هم هر روز که نمیتونستی هتل باشی، می اومدیم ارزان‌تر هتل، می اومدیم مسافرخونه، از مسافرخونه اومدیم یه رده پایین‌تر. بعد ما رو فرستاد پیش یه، واقعا هم بگم خیلی آدما اونجا لاشخورن. ما هم تجربه نداشتیم، نمیدونستیم. از هر کی میافتاد همه لاشخورتر از هم دیگه. دنبال این بودن به جای که کمک کنن میگفتن یه چی بتیقیم. آره رفتیم خونه بنده خدا، گفت آقا بیاین اینجا یه چند روز مهمون من. ما رفتیم اونجا مهمونه این، دیدیم این تمام خریده خونش رو که از ما میگیره، خونش هم که داریم تمیز میکنیم، غذا هم که داریم براش میپزیم. آخر سر اومد گفت اجاره هم باید بدین. 1-2 هفته به این منوال گذشت و خلاصه دیدیم نه خیر، این ما هر شب مهمون دعوت میکرد. اونا فکر میکردن این داره خرج ما رو میده دیگه، چه میدونست ما از صبح تا شب 5 نفر انگار برده برای این داریم کار میکنیم. مواد غذاییشو بخر، غذاشو بپز، خونهشو تمیز کن، پولم بهش بده. آره یه روز بحثمون شد دیگه، بعد که 2 هفته یه روز بحثمون شد، گفتیم نمیمونیم اینجا دیگه. گفت نه بریم پلیس میگیره. گفتیم بذار بگیره هر چی میشه بشه. آره اومدیم یادم رفتیم مسافرخونه و خلاصه دعوا و داستان با این قاچاقچی که چی شده چی نشده چیکار میکنی. بالاخره با هر داستانی بود این گفت آقا پاس شما حاضره برید فرودگاه. ما دونه دونه میرفتیم فرودگاه. یادم نمیده پاسپورت جعلی یکیشون اسمش مایکل ازاکسون بود. حالا این مایکل ازاکسون سوئدی بود، یه کلمه بلد نبود حرف بزنیم بنده خدای رفیقمون. آره یه پاس ترک هم داده بودن دست هر کدوم. ما که همونجا اصلا ترکو میگرفتن مشکل داشتن با هم دیگه. سری به قول اون دوستم میگم میرفتی توالت مستقیم میگرفتی. منتها شانسی که توی آتن بود، اگه با پاس تقلب میگرفتن زندون نداشت مثل جای دیگه، مثل شهرهای دیگه و کشورهای دیگه اینا. نه این فقط پاس ازت میگرفت و بیرونت میکرد دیگه، میگه برو برگرد. آره خلاصه یکی گیم زدیم همه برگشتیم، یه نفرم تا در گیت نرسید دیگه. این گذشت و دیدیم نه بابا مثل که اینجوری کارمون گیره دیگه. یه 20 شب دیگه گذشت که دیگه بچه‌ها اومد امتحان کرد، اون رد شد رسید فرانسه دیگه. جواب هیچ کدومون نداد. بعد از اونم یکی دیگه از بچه‌ها پرید و خلاصه این آخری پاس رو دیگه با ما میدادن یکی دیگه.
ما هم اشتباه کردیم دیگه. بعضی وقتا آدم دلش میسوزه ولی اینا همه ضربه به خوده میشه تجربه. ما دلمون سوخت گفتیم پاسو بده به این. من بعدی میرم. آقا اون رد شده ما گیر افتادیم. 2 بار 3 بار ما رفتیم حالا تک تنها فکر شب سال نو هم بود. هیچ کی باهات نبود، همه دوستاتم رد شده بودن، حالا همه رسیده بودن. اون موقع فرانسه، یکیشون سوئیس بود، 2 تاشون فرانسه بود، یکیشون هم که می‌خواست بره آلمان اون رسیده بود. دیگه اینا می‌خواستن برن برای انگلیس. آره خلاصه دیگه ما هم تو همین ایرو بیر این ور بزن اون ور بزن، یادم نمیره شب عید اصلا تو خیابون این یه وضعیتی که هیچ وقت آدم فراموش نمیکنه دیگه. اونجایی که می‌بینی واقعا چقدر تنهایی، هیچ کی هم نیست دیگه. آره هیچ کی هم نبود اونجا، میچرخیدیم پولم داشت تموم میشد و هی روزگار. آره با خودم گفتم خدا اگه این سری رد نشم چیکار کنم واقعا. 3 بارم رفته بودم فرودگاه گرفته بودن بس خراب. یه دوست پدرم بود خدا نگهش داره، واقعا اون خیلی کمک کرد من تو همین مسیر. یه هولی به ما داد. واقعا تو زندگی هر آدمی هم یه هولی احتیاج داره دیگه که کی بره جلوتر. اونم کسی بود ما رو هول داد، کمکمون کرد تو اون شرایط. بار آخر می‌خواستم برم فرودگاه پاسی گرفتیم و با هزار بدبختی و دیگه با اوج ناامیدی یه اینقدر گرفته بودن. رفتم این گفت برو فرودگاه چند تا آبجو بخور برو بی خیال هرچی شد. آقا ما هم رفتیم تا اون خرخره خوردیم مست رفتیم جلو گفتیم الان میگیرن. هیچ کی اصلا نپرسید کجا میری. به خدا بگو همیشه 10 تا مأمور کشور دیگه پای گیتا بودن، اصلا یه نفر نگاه نکرد. پاسم همین اینجوری نگاه که برو. باورم نمیشد. سهار ما شدم و دیدم نه خیلی لندینگ کرد دیگه بلند شد. آره رسیدیم سوئیس. از ترس سریع سوئیس یه ترن گرفتم مستقیم پاریس. رسیدم پاریس و دیدم این بچه‌ها اونجان. و دیگه منم دیدم این قاچاقچی ما نمیتونه کار ما رو بکنه. خانواده‌ام گفتم بریم اونجا هر چی تونستین ازش پس بگیرین. باید دیگه یه راننده پیدا کرده بودیم که اون رد میکرد. یه مبلغ بالاتری میخواست. حالا خلاصه خدا بیامرزه پدر اون دوستمون اون اومد اونجا و یه پولی هم به ما داد و یه روزی هم با هم گذروندیم و پس برداشت ما رفتیم نقطه. حالا دیدم رسیدم فرانسه، گفتم اینجا دیگه 2 قدمه تا انگلیس. اون دوستمون که اول رسیده بود خیلی باحال بود، میگفت بابا حالا یه لهجه خاصی هم داشت، بچه تهران این توکسان بود، میگفت بابا دهنشون سرویس. یونان هرچی فاصله رو نگاه میکردیم رو جی پی اس اینا که نگاه میکرد مثلا میگفت اینقدر، یه مثلا 3 سانتی متر 4 سانتی متر 5 سانتی متر فاصله است. گفت الان رسیدم یه جای نوک سوزن فاصله است با انگلیس نگاه میکنم. دانکیخ بودن دیگه این سریو گفتیم میریم هرچی شد به امید خدا. رفتیم و دیگه با راننده قرار گذاشت و اینو آره اینو یادم رفت شب که ما اینجا پیشینو وایسادیم دیگه ما خوشحالی یونان رو رد کرده بودن دیگه، مثلا انگار اعتماد به نفسمون چسبید به سقف. رفتیم اینا برای این بطری مشروبم گرفتیم و که بخورن و خلاصه خوش باشیم. اینا دیدم این بچه‌ها گفتن بابا یونان خوبه اینجا نمید چه بدبختی و ما الان 2 ماه گیریم و 3 ماه گیریم و پلیس ما رو گرفته. و گفتم ای داد و بیداد اینجا که اونجا بدتر شد که حالا ببینیم قسمت. آقا رفتیم دانکیخ، اونجا تو نقطه ما وایسادیم و دیگه حالا همین بچه فرانسه هم منتظر ما هن ببینن میریم یا نه. ببین کار خدا واقعا این وقتی هم کار خدا عجیب غریبه دیگه. آخرین نفر من رسیدم انگلیس، یعنی رسیدم اونجا. اونی که اولین نفر رسید اصلا بدبخت نتونست رد شه دیگه. فرانسه رفت اتریش درخواست پناهندگی داد. منم آخرین نفر تو اون یکی‌ها بودم که رسیدم انگلیس. رد شدیم، آره همون شب رد شدیم. از یادمه که حتی ماشینه که رد کرد من زیر چهارشاخ ماشین رو گرفته بودم، همین زیر کامیونه، یه چیزی اولش 1.5 ساعت اینا. واقعا هم خطرناک بود دیگه، میافتادی مرده بودی. اونجا رو گرفته بودیم، این زد بغل و گفت بیا پایین. آقا من اومدم پایین، یه جای گاراژه اونجا، هم جدا این که با دستگاه اسکن میکنن سگ میاد بو میکنه. آقا ببین پلیسا با سگ اومدن چراغ قوه رو انداختن. خود قاچاقچی واقعا ترسیده بود، ریده بود به خودش. من دیگه انقدر بدبختی کشیده بودیم این خیالم نبود، کنارش وایساده بودم خونسرد و پلیسا کنار منم رد شدن، هیچ کی هیچی نگفت، رفتن و ما هم سوار شدیم اومدیم. ببین رسیدم یه حالی کرد، گفتم من که اونو اگه میگرفتن که من کنارش اونجوری وایساده بودم منو میگرفتن نهایتا یه 2 هفته بازداشت بودم آزاد میکردن، ولی دهن اونو سرویس میکردن چون کنار راننده بودم دیگه. میگفتن تو خودت قاچاقچی رو میدونستی.
آره دیدم خوشحال، مرز رو که رد کردیم دیدم یه باکس آبجو آورد گفت بزن و ما خوشحال‌تر گفتیم قربونت ما رسیدیم لندن و اونجا دوست پدرمون اومد دنبالمون و هیچ وقت یادم نمیره اون شبی که رسیدم اونجا یه نم بارون میزد و برو خونه‌شون این پارکی بود. من که اصلا خوابم نمیبرد، باورم نمیشد رسیدم اونجا. دیگه یه 3-4 روز اونجا بودیم و رفتیم خرید و ما رو برد خرید و یه کمی لباس اینا خریدیم و همه رو گذاشتیم پیش اون و رفتیم خودمون رو تحویل پلیس بدیم. گوشی همین وسایل دادیم و دیگه بعد میرفتی خودت تحویل پلیس میدادی. آره ما هم راه افتادیم و ما رو با یک خواهرزادی داشت با اون رفتیم، با اتوبوس رفتیم نزدیک دار پلیس و من پیاده شدم و من راه افتادم رفتم دار پلیس و دیگه گفتم آره پناهنده‌ام و یعنی حرفا. ما رو گرفتن خیلی جالب بود. حالا من میفهمم چی میگم، اون تا به خاطر اینکه چیز باشه که تو شاید سخت داری و فلان اینا زبان بلد نبودی مترجم بهت میدادم بهتر بود. آره دیدم داره به اون یکی میگه که بهش بگو برمیگردی کشور. دیدم گفتم چی داری میگه این دریوری برمیگردی؟ میگم بدبختی کشیدیم کجا برگردم. خودش هم خندید گفت بابا ما سوال دیگه باید میپرسیدیم. ما رو بردن اداره پلیس، خداییش که هم بدرفتاری نکرد و دیگه یه بازجویی کردن و آب و غذا و فلان و اینا. یه روز اونجا بودم. بعد ما رو میدن به جایی که به اسم امیگریشن، اداره مهاجرت دادن اونجا اومدن دنبالم. یه تاکسی در بسم برات گرفتم اون موقع، حالا خدای شرط بهتر بود مثلا نبود. آره یه تاکسی برام گرفتن و سوار و خیلی مرتب مؤدب ما رو بردن یه جای دیپورت سنتری توی لندن. خیلی حالا جای معمولی بود دیگه، مثل هاستل بود و یه تختی مادن. دو سه روز اونجا بودیم با چند تا بچه آشنا شدیم و حالا اونم خاطراتی داشت. یه بار راجبش از صحبت کردم، بچه باحالی بودن. دیگه تقسیمت میکردن، هر کی میافتاد یه شهر، یکی میافتاد لیورپول، یکی میافتاد ویگان، یکی میافتاد منچستر، یکی میافتاد بولتون. آره خلاصه ما رو انداختن بولتون توی منچستر. دیگه اونجا شروع شد زندگی و دیگه یه خونه شعر بهت میدادن با چند نفر دیگه با منتظر میبودی که اینترویوت کنن. حالا اون داستان اونم جداست، اگه خواستید یواش یواش راجع به اوناش هم توضیح میدیم و میگیم چطوری این اتفاق افتاد.